در اعماق اقیانوس‌ها شاید هنوز رازهای پنهان شده باشند، رازهایی از شهری پر از ثروت، تکنولوژی عجیب و دانشی فراتر از زمان خودش. شهری به نام آتلانتیس، تمدنی که افلاطون دربارش نوشت و گفت در یک روز و یک شب ناپدید شد. آیا آتلانتیس واقعاً وجود داشته یا فقط افسانه فلسفی بوده؟ امروز قراره بریم سراغ حقایق، فرضیه ها و نظریه های عجیب درباره یکی از بزرگترین اسرار تاریخ. ماجرای آتلانتیس برای اولین بار در نوشته های فیلسوف یونانی افلاطون ظاهر شد. او در 2 اثر خودش تیمائوس و کریتیاس از شهری حرف زد که هزاران سال پیش از یونانی ها یک تمدن فوق پیشرفته داشت. شهری با معماری حلقه‌ای، کانال‌های عظیم، ارتش قدرتمند و ثروتی بی‌نظیر. افلاطون گفت این شهر در یک شب به خاطر غرور و فساد توسط خدایان نابود شد و در دریا فرو رفت. آیا فقط این یک داستان اخلاقی بود یا حقیقتی پشتش پنهانه؟ آتلانتیس کجا بود؟ اینجاست که داستان جالبتر میشه. برخی از دانشمندان و ماجراجوها در طول قرنها مکانهای مختلفی رو برای آتلانتیس پیشنهاد دادند. جزیره سانتورینی در یونان که توسط یک آتشفشان نابود شد و سواحل اسپانیا در منطقه دونانا، حتی قطب جنوب و بیابانها و صحراها هم پیشنهاد شدند. بعضی از تحقیقات ماهواره‌ای نشون میده که در اعماق اقیانوس اطلس الگوهای شبیه ساختار حلقه‌ای دیده میشن، ولی هنوز هیچ اثبات قطعی وجود نداره. آیا آتلانتیس فرازمینی بوده؟ این بخش مرزی بین تاریخ و تئوری‌های غیرعادیه. برخی‌ها معتقدند آتلانتیس یک تمدن فرازمینی یا الهام گرفته از موجودات فضایی بوده. چطور ممکنه هزاران سال پیش چنین تکنولوژی پیشرفته‌ای داشته باشند؟ آبراها، برق، سلاح‌های پیشرفته، معماری پیچیده. آیا از بیرون کسی به انسان‌ها کمک کرده بود؟ در همه نسخه‌های داستان یک چیز مشترکه: آتلانتیس به خاطر غرور و زیاده‌خواهی نابود شد. شاید افلاطون میخواست به ما هشدار بده که هر تمدنی، حتی پیشرفته ترین تمدن‌ها، اگر از طبیعت و اخلاق دور بشن سقوط میکنن. شاید داستان آتلانتیس داستان ما باشه. و در پایان، آیا آتلانتیس فقط یک افسانه است یا واقعا در جایی از زمین بقایای این تمدن فراموش شده زیر خاک یا دریا پنهان شده؟ نظر تو چیه؟ تو کامنت ها واسم بنویس. آیا آتلانتیس واقعی بوده یا فقط یک داستانه؟ و اگه دوست داری در آینده درباره شهر گمشده موهنجودارو یا تمدن‌های زیرزمینی صحبت کنیم، حتما سابسکرایب کن. تا دیدار بعدی، بدرود.